بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دیگر از درس های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در جلسه گذشته بحث ارتباطات خارجی و تعاملات خارجی دولت اسلامی را ابتدای بحث را خواندیم، مقدمه را شروع کردیم و گفتیم که قوانین متعددی دارد این ارتباط و قانون اول او بر اساس عدالت بود، قانون دوم مساوات بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم خواندیم و قانون سوم حریت و آزادی است که در این جلسه ان شاء الله خواهیم خواند و خدمت شما توضیح خواهم داد. ابتداً صفحه کتاب را خدمت شما عزیزان ارائه میکنم و میخوانیم سوم الحریه، آزادی در تعاملات خارجی. حالا منظور چیست از این آزادی در تعاملات خارجی؟ یعنی چی؟ یعنی در کل یکی از قوانین سیاست اسلامی قانون آزادی است. البته آزادی به معنای واقعی، آزادی محدود، نه آزادی غیر محدود. آزادی غیر محدود دیگه اون آزادی نمیگن، اون میگن لجام گسیختگی. و آزادی مطلق اصلا در هیچ قانون، هیچ نظام، هیچ جا وجود ندارد، امکان ندارد، مگر که از اسم آزادی سوء استفاده خواسته باشند بکنن در بعضی از جاها. خب به هر صورت در اینجا توضیح داده که منظور آن چیست، چی در تعاملات داخلی چی در خارجی. گفته ینبع مبدأ الحریه، سرچشمه میگیرد قانون آزادی از قیمت مساوات بین بنی البشر. یکی از قوانینی که اسلام آورد به جهان و به مردم نشان داد و البته تمام انبیا علیهم السلام داشتن، مساوات بین تمام بندگان بچه‌های آدم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کلکم من آدم و آدم من تراب، همه شما از آدم هستید و آدم از خاک. هیچ سیاهی بر سفیدی و هیچ سفیدی بر سیاهی، هیچ نژادی بر نژادی و هیچ زبانی بر زبان دیگر برتری ندارند الا به تقوا و پرهیزگاری. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس این قانون مساوات بین بشر، خب یک قانون دیگه از اون سرچشمه میگیره به عنوان آزادی، که پس آزادی افراد برابر است، یکی است، یعنی همه آزاد هستند در اینکه حق خود را بگیرند. البته در جلسه گذشته توضیح دادم که منظور از مساوات به اعتبار اصل حق است، اما مقدار حق برمیگرده به اساس استعدادها، توانایی‌ها و موضوعات دیگر. التي قررها الاسلام، اسلام میگیره مقرر کرده و بیان کرده. فانتماءهم الى اصل واحد، اینکه تمام بشریت منتمی و منسوب به یک اصل واحدن که آدم است، با آدم هم از خاک. این خواهش میکنه عدالت را و عدم اجبار را، آزادی میده برای انسان ها. البته بعضی ها متاسفانه از مردمی که درک و سواد کافی ندارن میبینی که خیلی غلط برداشت میکنن. وقتی میگه انسان ها را الله آزاد خلق کرده، خیال میکنه آزاد یعنی هر کاری میخوای بکنه. نه، آزاد خلق کرده یعنی تو اختیار انتخاب داده، اما راهنمایی کرده، گفته ایره بکن ایره نکن، این خوب است این بد است. نه اینکه دیگه آزاد خلق کرده پس هر چی دل تو میخواد اشتباه و هر غلطی میخوای بکن. نه، به این معنا اصلا نیست. منظور این است که الله به تو را آزاد خلق کرده در انتخاب که چگونه انتخاب کنی خوب و بد را، اما معرفی کرده که اگر خوب انتخاب کنی عاقبت تو نیک است، بد انتخاب کنی عاقبت بد داری و این کارا بکنی کارا نکن. قانون داده دیگه. همون سر به خود جنگل که نیست دیگه، الله رها کرده باشه به خود جنگل، مثل حیوانات وحشی هر چی میخوای بکن. و من هنا، از اینجا پس، فان حالت الحرب، اینجا ما دو حالت داریم در تعاملات خارجی دولت اسلامی، یکی حالت جنگ، یکی حالت صلح. میگه اما حالت حرب در علاقات خارجی برای دولت اسلامی ینظر لها، نگاه میشود الا انها حالت ضروره. ببینید، اولا میخواد بگه که اینکه کشور اسلامی با کشورهای دیگر در جنگ باشد، جنگ حالت اصلی نیست، حالت ضرورت است، حالت استثنایی است. اصلیه که جنگ نباشد. ولهذا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان فرموده، گفته من المعلومی، چیزی که از شریعت معلوم است، از کتاب و سنت معلوم است، اینه که قتال مشروع شده است به خاطر ضرورت. ولو ان الناس آمنوا بالبرهان والآیات، اگر مردم بر اساس دلائل و بر اساس آیات و نشانه های دقیق و واضح و روشن ایمان بیاورند، اصلا احتیاجی به قتال نیست. و البته باز اینم شاید کسی سوء تفاهم بکنه که قتال دیگه به خاطری است که مردم یا مسلمان شن یا کشته شن. نه، قتال اصلا با ملت و مردم نیست، قتال با دولت‌های کفری است که استبداد دارن و آزادی رو از مردم در واقع سلب کردن. قتال با دولت هاست، دولت کفری از بین میره، اما مردم چی را انتخاب میکنن با خودشان مربوط است، بیان برایشان میشه، توضیح میشه که عاقبت این عقیده کفری تو
ابدی در جهنم بودن است و عاقبت این عقیده خوب در بهشت بودن است توضیح داده میشه. راه حقیقت و راه باطل برای او تشریح میشه. پس بیان آیات اسلام و براهین اسلام واجب است مطلقاً، وجوب اصلی است. اصل این واجب است، اصل یک دعوت به طرف خوبی ها بشود، اما جهاد از جهت ضرورت در حالات استثنایی مشروع شده است. ابن قیم رحمه الله فرموده است، این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه بود در کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. ابن قیم رحمه الله فرموده کسی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تأمل کند، تفکر کند در زندگانی پیامبر، برای او واضح می شود که پیامبر هیچ کس را بر دین خود اجبار نکرد، حتی یک بارم کسی مجبور نکرد تو بیا بپذیر. و جز این نیز اگر بگیم که جنگی که کرد چگونه بود، میگه انما قاتل من قاتله، هر کس با او جنگید پیامبر با او جنگید. و اما من هادنه، کسایی هم که با پیامبر صلح کردن پیامبر با اونا نجنگید، با اونا صلح کرد. تا وقتی با صلح خود پایبند بودن با اونا نجنگید، بلکه امر الله را اجرا کرد در وفای به عهد. تا وقتی که اونا به عهد خود پایبند بودن پیامبر هم به اونا به عهد وفادار بود. مثلا نمونه خیلی واضح، پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه با یهودیان صلح کرد و دینشان را گفت دین شما اختیار خود دارید. اما وقتی که اونها نقض عهد کردن، عهد چکنی کردن، قصد قتل پیامبر را کردن، با مشرکین هم دست شدن مثل بنی قریظه بر علیه مسلمین، اینجا بود که پیامبر با اونا جنگید. پس اول اونا ابتدا به قتال کردن. فلما حاربوه و نقضوا عهده و بدؤوه بالقتال قاتله. وقتی اونا ابتدا کردن، شروع کردن به جنگ، پیامبر با اونا جنگید. فمن علی بعضی، بعدا هم که جنگید بعضی ها را منت گذاشت و بخشید، بعضی ها را از اون منطقه دور کرد و بعضی ها را هم کشت، جزا داد به نتیجه جنایتی که انجام دادن. و زمانی که با قریش مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ عهد به پیمان بست در صلح حدیبیه برای 10 سال، با اونا نجنگید، هیچ عهد شکنی نکرد، تا اینکه اونها عهد شکنی کردن، به اونها حمله کردن بر مسلمین و سر نماز عده مسلمان ها را کشتن. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اونا جنگید و به دیارشان آمد، مکه را فتح کرد. و کانوا هم یغزونه قبل ذلک، در گذشته اونا به جنگ می آمدن، این دفعه پیامبر به طرفشون رفت چون عهد شکسته بودن و خیانت کرده بودن. ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، کما قصدوا، مثل در روز احد، در روز خندق، روز بدر، همه اینها اونا حمله کردن به مسلمان ها، پیامبر به اونا حمله نکرد. شاید بعضی بگن که در غزوه بدر کاروان تجارتی رو گرفت، کاروان تجارتی مال خودشان بود، مالهایی بود که در مکه کفار گرفته بودن و داخل کاروان فرستاده بودن برای خود تجارت، مالهای خود پس از اونها پس میگرفت، مالهای مهاجرینی که در مکه از خانه‌هایشان چور و چپاول شده بود. و خلاصه اگر اونا نمیجنگیدن پیامبر نه جنگ احدی رو با اون انجام میداد، نه بدری، نه خندق، هیچ کدام. و در روشنایی این سخن ابن قیم رحمه الله بود در کتاب هدایت الحیارا، و در روشنایی این مضمون اسلامی برای حریت یمکننا الاشاره الی ما یلی. حالا پس در مفهوم آزادی، در تحت مفهوم متوجه میشیم که مردم به اعتبار دین خود اجباری بر آنها وجود ندارد. دقت کنین، منظور این است که اجبار یعنی به زور کسی تفنگ نمیگیره که مسلمان شو تو رو میکشم، اصلا این چیزی ما در اسلام نداریم. اما اگر خب یک لحظه ذهنم به هم ریخت. خب یعنی اجبار به این شکل نیست، با دولت مردها جنگ میشه که دولت کفری از بین برود، نظام کفری نباشد، نظام اسلامی است. حالا مردم کدام یک را انتخاب میکنن مختار هستند، اما نه اینکه مختار هستند یعنی اگر به کفر هم رفتن خیلی کار خوبی کردن عالی، نه خیر، گمراه هستند، کافر هستند، در آخرت جهنمی، ابدی در جهنمند. اما در دنیا کسی به زور نمیگه بیا مسلمان بشو، راه نشان داده میشه، این خوبی بد، حالا مختار هستی دیگه که چه کار میکنی. حالا در روشنایی این توضیحی که برای آزادی اینجا دادیم چند تا مطلب میگه نتیجه گیری میکنیم. اولا شماره اول الاقرار به سیاست الابواب المفتوح. ببینید ما دو نوع سیاست داریم در یک کشور، یکی سیاست گوشه‌گیری و عدم تعامل با دیگران که این سیاست اسلام نیست. اسلام چنین سیاستی ندارد که گوشه‌گیر باشه، منعزل از دیگران باشه، با کشورهای دیگر هیچ تعاملی نداشته باشد، نه خیر. ما میبینیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تعامل داشت با مشرکین، عهد بست، مثلا با یهودیانی که در نزدیکش بودن عهد بست، توافقنامه نوشت و دیگه به همراه پادشاهان دنیا نامه نوشت، با اونا تعاملات داشت، گفتگو داشت، ارتباطات داشت.
و مسلمانان رو به هجرت حبشه فرستاد، مطلع بود که چی جریان است در اون طرف. با نجاشی یک نوع تعاملات و ارتباطاتی داشت. پس لحاظا تعامل چی یعنی سیاست گوشه‌گیری نداشت، بلکه سیاست دروازه باز داشت. دروازه سیاست اسلامی در زمان پیامبر، زمان خلفای راشدین باز بود، با دیگران در تعامل بودند، در گفتگو بودند و لحاظا باید این باشد. پس آزادی یک در تعاملات خارجی یک بحثش همین است که نظام حکومت اسلامی با کشورهای دیگر حتی غیر اسلامی، البته وقتی کشورهای دیگر میگیم عموما منظور غیر اسلامی است، با اونها چی داره؟ سیاست دروازه های باز داره در محیط علاقات دولتی، در میدان ارتباطات دولتی و رفض سیاست عزلت و انقلاق، سیاست گوشه‌گیری و بسته بودن ندارد الا للضروره. در حالتهای ضرورت باز یک بار گوشه میگیره، حالتهای استثنایی است و ضرورت تقدر بقدرها، ضرورت به قدر ضرورت اندازه میشه، در همون حالت بله میشه که گوشه بگیره و با دیگران در ارتباط نباشد، اما اصل اینه که ارتباط داشته باشد. چرا؟ به چی دلیل؟ به دلیل اینکه هدف، اولا باید بگیم هدف اصلی اسلام، ما پیشتر هم گفتیم نظام سیاست اسلامی یک دید جهانی داره برای هدایت بشر به سوی خوبی و به این طریق اصلا نمیشه که سیاست انعزال و گوشه‌گیری داشته باشه، بسته باشه، چون هدفش جهانی نگاه کردن و دعوت مردم به سوی حق و حقیقت است، به طرف راه درست الهی است. پس به این خاطر باید دروازه‌ای باز باشه، با دیگران صحبت کنه، گفتگو بکنه. اصل که این است که قبلا هم گفتیم. اینجا میگه سیاست دروازه باز فرصتی میده متساوی و علاقات متکافئ برابر برای افراد و برای جماعت‌ها، برای ملت‌ها، تا اینکه آزادانه انتقال بخورن بین کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی، ارتباطات تجارتی باشه، افرادی از اون طرف نقل بخورن اینجا، از اینجا نقل بخورن، حریت التنقل، حریت نقل و انتقالات باشد، حریت اقامت باشد. کافری از اونجا میاد اینجا زندگی میکنه، امنیت میگیره، مستأمن میشه، یا از اینجا مسلمانی میره اونجا زندگی میکنه تحت شرایط، و دخول و خروج بیاین بروند و کار کردن و تملک، چیزی را مالک شدن، چیزی گرفتن دادن، ارتباطاتی باید وجود داشته باشه. و دیگه در همین حالت باز دعوت صورت میگیره، سبب هدایت خیلی ها میشه. در تاریخ اسلام هم این کار سابقه داره خیلی زیاد. اما سیاست عزلت و انقلاق فإنها تتضمن بالضروره قیودا علی ممارسه مثل ضروریات. اصلا اگر سیاست بسته بود کلا این آزادی ها چی میشه دیگه؟ از دست میره دیگه، کسی نمیتونه این رو انجام بده، قیود گذاشته میشه، باید بسته میشه تا به حد محرومیت، در بعضی حالات محروم میشه، اصلا نمیتونه از این آزادی ها استفاده بشه. خب این اول، یعنی قانون حریت و آزادی در تعاملات خارجی اولین قید او که سیاست دروازه باز بیان میکنه که بسیار مفید و مؤثر است. لذا ما میبینیم در زمانی که بین مکه و مدینه صلح حدیبیه صورت گرفت، در طول 2 سال تعداد مسلمان ها خیلی بیشتر از او چیزی شده که در طول تقریبا 20 سال گذشته شده بود. در طول 20 سال به یک قدر مردم ایمان نیاوردن که در این 2 سالی که صلح بود، رفت و آمد شد، تعاملات صورت گرفت، یکدیگر رو دیدن، با اسلام آشنا شدن، سبب هدایتشون شد. و پیامبر هم خیلی دوست داشت و حتی خیلی به نتایج سختی هم صلحنامه حدیبیه را امضا کرد، تایید کرد، به خاطری که به این مقصد و مطلب برسه که سبب میدونست که این سبب هدایت میشه. دومین چیزی که قانون حریت در تعاملات خارجی به ما و شما میفهمانه، بطلان وضعیتی که نتیجه فشار و اجبار است. یعنی حالاتی که او وضعیت هایی که بر اساس اجبار و اکراه به وجود آمده، اینا باطل است، اینا حالات خوبی نیست. نباید بر اساس اجبار و اکراه یک وضعیت های ایجاد بشه در بین 2 کشور، بلکه بر اساس تعامل باب مفتوح، دروازه باز باشه. حتی لو تکرست عبر اتفاقیات، حتی اگر در حاصل شده باشد در نتیجه معاهدات و توافقنامه ها و به اینها به حکم امر واقع حالا شده دیگه، باز هم این مناسب نیست. اصل این نیست که یک شرایطی در بین 2 کشور به وجود بیاید که این وضعیت نتیجه یک حالت اکراهی و اجباری بوده. یعنی این منافات داره با اما ارزش های آزادی. فهذه كلها تتنافى مع قیمت الحریه، به همراه ارزش های آزادی منافات داره و ناچار است برای سیاست اسلامی دولی که کوشش کند برای تصحیح وضعیت ها. هرچه وضعیت ها خوب بشه، هرچه وضعیت بیای به حالت که آزادی ها بهتر حاصل بشه،
این بیشتر مفیده، بیشتر نتیجه خواهد داد. البته منظور از این آزادی ها و منظور از این حالت ها به وجود آمدن، وضعیت های مناسب، هرگز این نیست که صلحی به وجود بیاد اسمش صلح و در معنا تسلیمی به کفار. مثل که ما در خیلی از جاها دیدیم و میبینیم کافر آمده کشور اسلامی رو گرفته، کلا اون یک نفرم عروسکوار اونجا سمبولیک استاد کرده، به جای او اصلاح حکومت میکنه. در تمام به اصطلاح سیاست های کشور او دخیل است. همه سیاست ها از او کشور خارجی است، از او کشور کفری است. اما بعدا میگن ما در صلح قرار داریم. این صلح نیست، این تسلیمی است. این دیگه یعنی همه چیز رو از دست دادن است. این که صلح نیست. ما در اینجا بحث ما در حالتی است که کاملا استقلال واقعی وجود داره و در همچین حالت استقلال واقعی آزادی وجود داشته باشه در تعاملات، در رفت و آمدها، در دعوتها، که اینا میتونه خیلی نتیجه مثبت داشته باشه. خب این دو نتیجه‌ای که از حریت و آزادی گفته گرفته میشه. دیگه این که البته فکر کنم این هم دنبالی همون بحثه. لحظه چهارم اینجا این بحث آزادی نیست. یعنی چی که هست نتیجه به اصطلاح در نظام تعاملات خارجی، اول قانون عدالت باید باشد، دوم قانون مساوات، سوم قانون آزادی، که از آزادی باز دو مطلب گفتیم نتیجه گرفته میشه. حالا میریم به چهارمین قانونی که در تعاملات خارجی باید وجود داشته باشد، وفای به عهد و میثاق است. عهد و میثاق‌هایی که گذاشته میشه باید به او چی کرد؟ پایبند بود. این از قانون‌هایی است که اسلام خیلی بالای او تاکید کرده و لحاظا میشه که به یک حاکم سیاست اسلامی که به معنای واقعی سیاست اسلامی داشته باشد خیلی اعتماد کرد. لحاظا کافر هم راحت اعتماد میکنه، میگه اینا عهد نمیشکنن، یا قانون دینشان است که عهد نمیشکنن، به عهد خود وفا دارن. حتی لا تظل قیم العدالت و المساوات و الحریه مجرد امنیات. ببینید اگر همین وفای به عهد و اینها نباشد، عدالتی را که پیشتر گفتیم، مساواتی را که گفتیم، آزادی که گفتیم، اینا مجرد آرزوهایی است خالی از حقیقت در عالم واقع. میگه امنیاتون، اینا میگه آرزوهای باطلی است. من الضروری ترجمه تا میگه اینا مجرد آرزوهاست که ضروری هست که اینا رو ما ترجمه کنیم به فعالیت‌های عملی در زمین واقع، در عمل باید بیایم رو پیاده کنیم. اگر پیاده نکردیم هیچ چیز دیگه اصلا اینها ارزشی نداره تا عملی نشه. و کثیرا ما تقضی المعاملات فی ما بین الافراد، بسیار زیاد است که خواهش میکند ارتباطاتی که بین افراد و بین دول و بین هیئت‌ها و منظمات مؤسسات صورت میگیره، ان تودع هذه القیم فی صورت عقود. میبینی همین ارزش عدالت، مساوات، فلان فلان، میبینی در عهدنامه نوشته میشه، در عهود و مواثیق نوشته میشه، اما اینها به تنهایی نوشته شدن او هیچ ارزشی نمیتونه داشته باشه الا که در عمل اینا پیاده شه. تملیها اعتبارات عملیه، اینها در واقع املاء میکند ارزش ها، اعتبارهای عملی باید در عمل باشه، اخلاقی، نفسی، از درون روح و روان افراد باید باشه. بعد از لحاظ اخلاقی افرادی کار بکنن، متعدده و متغیره، مسائل اخلاقی متعدد و متفاوت به حسب ظروف زمان و مکان، اما اصل بحث باید که این قوانین باشد، اما شکل‌های باز طبق ضرورت‌های زمان و مکان مختلف میشه. و فی مثل هذه حالات جاء الامر صریحا، در همچین حالاتی است که امر صریحی و دستور مستقیم کتاب و سنت به صیغه‌های مختلف و به الفاظ مختلف در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده به احترام عهدها، وفای به میثاق‌ها و التزامات علی اکمل وجه، به کاملترین وجه. چنانچه که آیات قرآنی هم آمده بسیار زیاد که برحذر می‌داره از غدر، خیانت، عهدشکنی و نقض عهد، از اینا برحذر می‌داره. و آیات قرآن کریم تاکید می‌کند به قوت وضوح بر اینکه وفای به عهد و مواثیق عامل اساسی در ارتباطات داخلی و خارجی است. چی با مسلمان چی با کافر، یک عامل اساسی و مهم است که باید که ارتباطات ما بر اساس وفای به عهد باشد. چنانچه کما توضیح لنا هذه الاصول، این قواعد برای ما توضیح میدهد که قاعده وفا و اخلاقیات مرتبط به آن لا تقتصر على الجوانب الشکلیه، فقط مسائل شکلی و قانونی نیست که نوشته بشه خلاص، و انما تمتد لتصبح عداد من ادوات ترسیخ مبادئ التعاون و التعايش. اینا باید که کشیده بشه به این میدان که وسیله از وسایل ترسیخ، محکم کردن قوانین، کمک کردن به یکدیگر، زندگی با یکدیگر و تعامل با یکدیگر باشد.
اینا عملا باید در زندگی پیاده شود. لقد رفع الاسلام من شأن العهد، اسلام خیلی شأن او رو بالا برده، شأن عهد و میثاق را، الی مستوى عالی من الالزامیه، و به الفاظ مؤکده، و الفاظ زیادی او رو تاکید کرده. و این قاعده حرمت المعاهدات و الزامیتها فی السلم و الحرب، این قانونی است که تمام علمای اسلام قبول دارن، حرمت و احترام معاهدات و الزامی که ملزم است، لازم است، چی در حالت صلح چی در حالت جنگ. در هر حالت وقتی عهد بسته شد، عهد را نباید شکست. و تاثیر بالغ خود داشته در علاقات مسلمین به همراه غیرشان از زمان دولت اسلامی در عهد پیامبر تا به امروز. در خیلی جاها می‌بینیم که تاثیر مثبت خود این قانون گذاشته. الله ببینید چی میگه، و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهد وفا کنید، عهد مورد بازخواست قرار میگیرد. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، سوره نحل آیه 91، به عهد الهی وفا کنید وقتی عهد میکنید. یا سوره مائده آیه 1، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدها و عهدهایی که میبندید وفا کنید. و حتی در حدیث صحیح میبینیم که علامت منافق شمرده شده عهد شکنی. اصلا مسلمان نباید عهد شکن باشد، عهد شکن نیست. کسی که عهد میشه منافق است، یعنی کار منافق انجام میده. و اذا كانت المعاهدات لا تستمد قوتها من نصوصها، معاهدات قوت خود از این عباراتی که نوشته میشه داخل عهدنامه نمیگیره. کم دیدیم که معاهداتی نوشته کردن باز شکستن، به خلاف او کار کردن، فقط برای فریببازی این کار کردن. خیلی از دولتمردها، خیلی از سیاستمدارها بزرگ در دنیا. پس لحاظا قوت خود را از نصوص نمیگیره، بلکه از عزیمت و جدیت کسایی میگیره که او عهد بسته میکنن. و لحاظا اسلام تشویق میکنه بر وفا، رابطا ذلك بالعقیده الایمانیه، اصلا این به ایمان ربط میده. لا دین لمن لا عهد له، دین ندارد کسی که عهد ندارد. در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم است کسایی که ایمان دارن باید که وفای به عهد بکنن. حیث لا یکون الوفا للاقویا فقط، دیگه اینکه وفا فقط برای اقویا نیست، طرف مقابل تو اگر قوی بود وفای به عهد کن، اگر ضعیف بود نکن. نه، قوی و ضعیف ندارن، با هر کس عهد بسی عهد کامل کن. و بهذا یکون الاسلام قد احکم اصول المعاهدات الدولیه، با این قانون خود اسلام ریشه و اساس معاهدات دولتی را آمده احکام بخشیده، تقویت کرده که نظیرش در هیچ کدام از قوانین دولتی قدیم و جدید وجود ندارد که اینقدر تاکید شده باشه روی وفای به عهد حتی با دشمن. پنجم، مراعات مصلحت عامه برای دولت اسلامی. خب یک لحظه ببخشید. پنجمین قانونی که در تعاملات خارجی باید مراعات بشه، این قانون خیلی قانون مهمی است، مراعات مصلحت عمومی دولت اسلامی، یعنی قانون مصلحت را مراعات کردن. و تعاملات سیاسی غالبا بر اساس این قاعده میچرخه، موازنه و ترازو کردن به اصطلاح مصالح و مفاسد. گاهی اوقات میشه که مصلحت و مفسده است، خب 100% مصلحت میگیری، مفسده رها میکنی. گاهی اوقات بین دو مصلحت قرار میگیری، مصلحت بزرگتر را بگیر، کوچکتر را رها کن. گاهی اوقات بین دو مفسده قرار میگیری، چاره سوم نیست، مجبوری مفسده کوچکتر را بگیر، بزرگتر ترک بشه و به او گرفتار نشی. لذا همیشه چنین نیست که به یک حالت باشه در تعاملات سیاسی، چی داخلی چی خارجی. بعضی از افراد که خیلی سطحی به این مسائل نگاه میکنن، خیلی زود یک مسئله فقط یاد گرفتن، یک آیه میخونه میگه طبق این باید بشه، خلاص اصلا قوانین مصلحت و مفسده و این مسائل اصلا آشنایی نداره، متوجه نیست که قرآن کریم خیلی حالات دیگری را هم بیان کرده و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله به ما تعلیم داده. مثلا یکی بیای در صلح حدیبیه، جهاد هم فرض بود، جهاد فرض هم شده بود، یکی بیای بگه که پیامبر چرا اصلا صلح کرده، معاذ الله چرا صلح کرده؟ ما کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، بسیار هستند گروه های کمی که بر گروه زیاد غلبه میکنن، ما صلح نمیکنیم، ما میجنگیم. بعضی افراد امروزی احساساتی ها رو بعضی میبینیم که خیلی احساساتی ان، خیلی آتششون تند است. اگر اینا با پیامبر میبودن اونجا همین حرفا میزدن که چرا پیامبر اینجا صلح کرده. این که میگم میزدن یعنی بر اساس حرفایی که از اونها شنیده میشه. به ذهن میاد که اینها واقعا اونجا هم اعتراض میکردن که اصلا چرا پیامبر صلح کنه. بعضی اوقات صلح یک حالت استثنایی است و به نفع است، موازنه مصالح و مفاسد که میکنیم این به خیر است. چنین نیست که همیشه اکثر جنگ است.
مثل که بعضی چنین تصور کردن. باید کمی ببینیم و اقوال علما در تاریخ اسلام ببینین واقعا در این رابطه چی گفت توضیح دادن در روشنایی آیات قرآن و احادیث. چه چیز به نفع مصلحت دولت اسلامی و امت و مردم است. همیشه جنگ نیست. حالا ببینیم در تحت این قاعده توضیح میده. مراعات مصلحت عمومی برای دولت اسلامی. قرآن کریم امر کرده به تعاون مبنی بر فضائل اخلاق و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این مبنی بر فضائل اخلاق است. از جمله فضائل اخلاقی تعاون است. الهادف الى تحقیق الخیر الانسانی، همکاری که هدفمند است و خیر انسانی عام را حاصل می کند و سبب قرب به الله متعال می گردد. کما جاء فی ایضا، یعنی خلاصه تعاون سبب تقرب به الله متعال است، خیرخواهی به دیگران، الدین و النصیحه. کما جاء ایضا، همچنین نهی آمده است از تعاونی که سبب بشه به انتحاک فضائل رو نابود کنه، از بین ببره. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، الهادف الى الاعتداء او الحاق عذاب الاخرین. او جنایتی یا کاری که سبب تجاوز و اذیت به دیگران باشد در او با کسی همکاری نکن. این اشاره میکنه با دوم سوره مبارکه مائده تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و یلحظ الدارس لکتابات فقهای نظام سیاسی الاسلامی، میگه کسی که مدارسه و تحقیق کند در کتابهای سیاسی که در گذشته علمای اسلامی نوشتند قدیم و جدید، به این نتیجه میرسد که مدار علاقات خارجی برای دولت اسلامی چی در حالت صلح چی در حالت جنگ مبنی بر مراعات مصلحت عامه برای امت اسلامی. چه چیزی به مصلحت است؟ و المراد بالمصلحه هنا ای تحقیق المنافع و درء المفاسد، منافع کسب شود، مفاسد دفع شود. و کل امر یجلب نفعا للامه الاسلامیه، هر امری که جلب منفعت برای امت اسلامی بکند یا دفع ضرر بکند، فیجب علی اولی الامر المسلمین من امرا، بر اولی الامر المسلمین، حالا چه علما باشن چه امرا، بر اونها لازم است که مراعات آن را در فیصله های جنگی و صلحی خود بکنند. دولت اسلامی وقتی میخواد با کسی بجنگه، وارد جنگی بشه، باید مصلحت های او را بسنجه، مفسده های او را بسنجه که این جنگ ما چه مفسده‌ای میتونه داشته باشه، چه مصلحت هایی میتونه داشته باشه، چه نتایجی بالای میآید و بعداً باز به نتیجه برسن که این کار انجام بشه یا نه. چنین نیست یک چیز احساساتی و تخیلی برو بزنین، نه چنین به این شکل نیست. و یکون ذلك وفق ضوابط المصلحه المرئیه فی شریعه الاسلامیه، و این بر اساس ضوابط مراعات شده طبق قانون شریعت، ضوابط مصلحت در اسلام که توضیح داده شده. و کثیر من نصوص العلماء و تطبیقاتهم تؤکد هذه الحقیقه، بسیاری از نصوص علما این حقیقت را تاکید میکنند. و ما در اینجا به سخن ابن قیم رحمه الله در کتاب احکام اهل الذمه اکتفا میکنیم که چنین گفته در مسئله ارتباطات و علاقه با غیر مسلمین. گفته و مدار هذا الباب، مدار ارتباط با غیر مسلمین و غیره، این باب و غیر او، مما تقدم علی المصلحه الراجحه، مصلحت راجح کدام را تایید میکند. و من تعمل سیرت النبی صلی الله علیه و سلم، بعدن گفته کسی که سیرت پیامبر را تأمل کند و سیرت اصحاب پیامبر را، فی تعلیفهم الناس، که چگونه مردم را الفت میدادند به اسلام، به هر روشی که بود، به هر طریق کوشش میکردند، برای او حقیقت امر آشکار میشود که اساس مصلحت است. و علم ان کثیر من هذه الاحکام التي ذکرناها، بسیاری از احکامی که میگه ما قبلا توضیح دادیم مختلف میشه به اختلاف زمان و مکان و عجز و قدرت و مصلحت و مفسده. تازه در قانون سیاست اسلامی این مسائل خیلی مهم است و اینها از جمله متغیرات است، اینها از جمله ثوابت نیست، اینها میتونه تغییر بخوره. صلح، جنگ مختلف میشه به اختلاف زمان، مکان، عاجز بودن، قدرت داشتن، مصلحت، مفسده. این سخن ابن قیم در احکام اهل ذمه. و از مهمترین اموری که تنسیس کرد و تصریح کردن با علما علی ضرورت التیقظ لها، که خیلی نسبت به این قانون باید بیدار باشیم در تعاملات خارجی، در امور ارتباطات خارجی با کشورهای دیگر، در دو حالت جنگ و صلح مراعات موازین القوا، موازین قدرت رو کمی بیم وزن بکنیم. ببین تو چی توانایی داری. والله نفر میگه عمر فاروق چیکار میکرد؟ بابا شرایط زمانی او رو ببین، شرایط مکانی او رو ببین، قدرت و توانایی او رو ببین، بعداً باز بیا خود حرف بزن. او 20 تا کشور زیر سلطه او بود، حکومت میکرد. از تو که حالا فعلا یکی هم نداری، هم از دست رفته، اینو میخوای مقایسه کنی با او. پس طبق شرایط و این حالت خود برو با حالت مکی، در حالت مکه اونجا ببین که چه حالتی بوده، اونجا مقایسه کن.
لازم حالات بعد متوجه بشیم. اینجا با توضیح میده بعدن. فإن كان المسلمون يعانون، اگر مسلمان ها در رنج بودند از ضعف در قدرت های عسکری خود، فعليهم لا يشتبكوا في الحرب، درگیر نشوند به جنگ. من هو اقوا منهم، با کسی که از اونها قوی تر است، و اکثر تفوقا، از اونها برتری دارد، طوری که غالب گمانی است که هزیمت به مسلمین میای، شکست میخورن. نشو به این جنگ داخل نشو. نمیتوانی، از توان نیست، بدتر میشه، نتیجه بدتر میده. راه دیگری باید بسنجی. یعنی نفر فکر میکنه که والله اینجا اسیرهای مسلمان‌ها به دست اونهاست، ما باید یک کاری بکنیم. بله یک کاری بکنی، اما نه کاری که همو قدر اسیر کس او 10 برابر بشه. که می فکر کنی که به چی طریق باید این مشکل حل کنی، نه بر اساس یک احساسات حالا فعلا داغ آمدی، یک احساسات داری یک کاری میکنی، بعدن 100 مصیبت دیگه رو درست میکنی. که این باید بفهمی، درک کنی. و فی ذلک یقول شیخ الاسلام رحمه الله، لذا شیخ الاسلام رحمه الله فرموده فمن کان من المؤمنین بارض، اگر عده مؤمنین در سرزمینی بودند، هو فیها مستضعف، که این مؤمن مثلا در اونجا مستضعف بود، ضعیف بود، او فی وقت هو فی مستضعف، یا در شرایط زمانی بود که زمان ضعف بود، فلیعمل بآیات الصبر، اینجا دیگه با آیات جهاد و اینها دیگه عمل نکنه، با آیات صبر و صبر، روی گردانی، تحمل از کسایی که الله و رسول اذیت میکنن و این توهین میکنن، بد میگن، من الذين اوتوا الكتاب والمشركين، اینجا به او آیات بیا عمل کنه. بعضی باز میگن که نه او آیات منسوخه، نه خیر. و نص غیر واحد من العلماء، جمع زیادی از علما مثل علامه زرکشی، علامه سیوطی و خیلی علمای دیگر تصریح کردن برای که امر به کف از کفار، دست کشیدن از کفار در حالت ضعف، این منسوخ نیست در شریعت، بلکه از قبیل ما امر به لسببین هست. این حکم به خاطر یک سبب بوده، در مدینه این سبب نبود، این حکم برداشته شد. حکمی که در مکه بود، کافر تو دشتان میده، توهین میگه، روی گردانی کنید، چی نگو، جهاد نبود، چون قدرت و توانایی نبود. در مدینه که قدرت پیدا شد، حالا کسی با تو میجنگه، به جنگ و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. اگر باز شرایطی آمد که توانایی نداری، پس مو آیات مکه میآید. این حکم به اساس اسباب است، نه اینکه منسوخ شده باشه. فاذا زال السبب زال الحكم، سبب بر حکم میره، و اذا وجد السبب عاد الحكم، سبب موجود باشه حکم برمیگرده. و بنابراین حکم کف از قتال کفار، دست کشیدن از جنگیدن با کفار، دور میخوره به همراه سبب خود، ضعف و عدم قدرت یا قدرت. و فقهای امت همه اتفاق دارند به ضرورت مراعات حالت قوت و ضعف. این اتخاذ ولی الامر، وقتی ولی امر مسلمین میخواد فیصله بگیره در مسائل علاقات خارجی، لذا اول الامر خیلی نباید احساسی برخورد بکنه در این مسائل. باید وقتی تصمیم خود میگیره ببینه چه چیزی به مصلحت ملت و مردم اوست، چه چیزی به ضرر و تاوان ملت و مردم اوست و دین و ایمانشان است، از هر لحاظ. و از کلام علما در این مورد کلام ابن جوزی مالکی است. و این علم المسلمون انهم مقتولون، اگر مسلمان ها میدانستند که اگر ما بجنگیم مقتول کشته میشیم، فالانصراف اولا، انصراف از جنگ بهتر است. و اگر دانستند انهم لا تأثیر لهم فی نکایت العدو، ما هیچ تأثیری نمیتونیم به ضربه زدن به دشمن بکنیم، هیچ فایده‌ای برای ما نیست، بلکه بالعکس اونا شاید بکشن، وجب الفرار، حتی فرار میتونه واجب باشه، جایی که توانایی نداری، قدرتی نداری. و ابوالمعالی گفته لا خلاف فی ذلک، در اختلاف نیست اصلا، که این از کتاب القوانین الشرعیه نقل کرده. علامه شوکانی گفته اذا علم المسلمون بالقرائن القویه، اگر مسلمان ها به قرائن قوی فهمیدن که کفار غالب هستند، مستظهرون علیهم، پیروز میشن در جنگ، فعلیهم ان یتنکوا عن قتالهم، باید که عقب نشینی کنن از این جنگ. وقد استدل علی ذلك بقول عز وجل، به این استدلال شده به این آیه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. بعضی جا جنگ ضرر بیشتر میکنه، نکن، داخل نشو فعلا. ان اهمال مراعات المصالح، همانا مهمل گذاشتن این قاعده، به این قاعده توجه نکردن، قاعده مصالح و مفاسد در شؤون علاقات خارجی، این سبب میشه که به امت ضرر برسه، خیلی اضرار بالغ، خیلی شدید. خیلی گروه‌های دیدیم که حرکت کردن که های میزنیم و های میکشیم، 4 روز تمام شد رفت، و بزرگترین ضربه باز به اسلام زدن، مسلمین رو به صد مصیبت و جنجال انداختن در عدم درک درست در روش تعامل خود با کشورهای دیگر، چگونه باید تعامل کنی. هر چیزی از خود جایی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با
یهود میاد اینجا صلح میکنه وقتی با مشرکین در جنگه، با مشرکین که اونجا صلح میکنه باز اونجا خیبر رو میره فتح میکنه. هر چیز از خود جای داره، روشی داره، قانونی داره. به یک دفعه با کل جهان اعلان جنگ، بیاین بزنیم، میرید در باد میشه عمل. توانایی تو نیست دیگه. درسته که الله اکبر، اما الله اکبر عقل داده، قانون داده، نظام زندگی و سننی رو گذاشته و پیامبر او به ما الگوست، زندگی پیامبر او رو ببینیم. و قد نبه علما توضیح دادن، هشدار دادن برای که جهاد یا حرب فرعی از فروع امر معروف و نهی از منکر است. جهاد خودش اصلا نوعی امر و معروف است و از مهمترین مسائل در امر و معروف این است که انکار منکر نباید سبب منکری بزرگتر بشود. اگر شما می‌خواستید یک کار منکر من کنید، دانستین که اگر این کارو بکنم یک منکر بزرگتری به وجود میاد به سبب این کار من، نکنم. این امر نهی از منکر نکن. این از جمله آداب و قوانین نهی از منکر است. و در همین مورد ابن قیم رحمه الله فرموده پیامبر صلی الله علیه و مشروع کرده است برای امت خود ایجاب انکار منکر را، واجب کرده که بعد منکر را انکار بکنیم، کار بد را انکار بکنیم. لیحصل بانکاری من المعروف، تا اینکه با این انکار منکر از بین بره، معروف حاصل بشه که الله و رسول را دوست دارد. اما اگر انکار منکر مستلزم چیزی میشد بدتر و منکرتر و مبغوضتر به نزد الله و رسول، فانه لا یسوغ انکاره، این نهی از منکر جایز نیست اصلا. اگر چی که الله و منکر را بغض دارد، قهر میکند و دوست ندارد، اما نباید تو سبب بشی که بدتر از او به وجود بیاید. و کسی که تحمل کند ماجرا علی الاسلام فی الفتن الکبار و الصغار، میگه تاریخ اسلام ببین، فتنه های بزرگ و کوچکی که هر چی اتفاق افتاده، میگه همین اصل رو مراعات نکردن، دقت به همین اصل نشده که همچنین مشکلات های مسلمانان دچار شدن و صبر بر منکر نکردن. بعضی اوقات یک منکر میای کوچکه، نفر میاد شروع میکنه بزرگ میکنه، میبینی فتنه بزرگتری شد. اگر به همین صبر میکردی فتنه بزرگ نمیشد. و به همین علت است خروج بر علیه حاکم تا کفر بواهی نباشد بر اساس فسق او درست نیست، چون منکر بزرگتری میشه. و دیگه مثال رو شما اینجا ببینید، گفته نفر منکر خلاصه دیده رفته او رو از بین ببره، توانایی نداشته، یک منکر بزرگتر از او ایجاد شده. در تاریخ اسلام میگه همچین چیزا رو ما زیاد میبینیم. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه اکبر منکرات رو میدید، شرک رو میدید، جنایت رو میدید، زنده به گور کردن دختران رو میدید، خیلی جنایت میداد. ولا یستطیع تغییرها، نمیتونست تغییر بده، قدرتش رو نداشت. اما پیامبر صبر کرد و به بیدارگری کار کرد. اما وقتی که مکه فتح شد و مکه دار اسلام شد، عزم علی تغییر البیت، شروع کرد به تغییر خانه کعبه، بت‌ها و اینا رو بیرون کرد. و اما حتی همونجا میخواست خانه کعبه باز به پایه‌های ابراهیمی درست کنه، باز ترسید که میشه که این مردم تازه مسلمانن، تحمل امیر نداشته باشن و این هم یک مسئله خیلی فریضه و لازمی نیست. خانه کعبه به بنای ابراهیمی پس بنا نکرد، به همون بنا پس باقی گذاشت. چنانچه در روایت صحیح البخاری تصحیح به این مطلب گفت قوم حدیث عهد به کفرن، جدید المسلمانن. پس حاصل ایه، پس حاصل کلام ای که امر و نهی در شریعت، هر امر و نهی و یدخل فی ذلک النصوص المتعلقه بالعلاقات الخارجیه، هر امر و نهی از جمله امر و نهیایی که در بحث ارتباطات خارجی است که با دیگه کشور هاست. و این کان متضمنا لتحصیل مصلحت و دفع مفسدت، اگر چی که این امر و نهی متضمن یک مصلحت است و دفع یک مفسده است، اما باید باز معارض او را هم نگاه کنیم. این کارو میخوام انجام بدم، یک مصلحتی داره، خب نگاه کن چی مفاسد دیگری باز داره، طرف مقابلی و چیست، چقدر یک ضرر خواهد کردیم که این مصلحت به دست بیاریم. میگه باید نظر بشه به معارض او. فان کان الذی یفوت من تلک المصالح، میگه اگر اون چیزی که فوت میشد از این مصلحت ها یا حاصل میشد از مفاسد بیشتر بود، یعنی این کار رو انجام میدیم یک ضرر بزرگتری میکنیم، مصلحت بزرگتری رو از دست میدهیم، در این صورت این مصلحت معمول بهی نیست، نباید انجام بدی، این ترک کن. بل یکون محرما، بلکه این میتونه حرام باشه اگر مفسده بزرگتری از این مصلحت حاصل میشد. چنانچه که مقرر است در همین قاعده عامه از قواعد شریعت و عموم علمای قاعده بیان کردن، قاعده موازنه بین مصلحت و مفسده. والمیزان المحدد لمقادیر المصالح والمفاسد میزان الشریعه بما فیها من نصوص مقاصد. حالا میگه ترازو چیست که اینا رو وزن کنه؟ میگه ترازو خود میزان شریعت است با نصوص شرعی و مقاصد شرعی.
خیلی ها نصوص شرعی میفهمن، مقاصد الشریعه را یاد ندارن. نصوص و مقاصد هر دو که در مقاصد الشریعه کتاب نوشته شده و انشالله در آینده ما به زودی مقاصد الشریعه کتابی خواهیم خواند در این مورد. و ینبغی ان یعلم، باید دانسته شود، انه عند تقدیر المصالح والمفاسد لا يكون ذلك بالنظر للحظه الراهنه فقط. نکته زیبای دیگه بیان میکنه، میگه وقتی میخوایم قانون مصلحت و مفسده مراعات کنیم، نباید لحظه فی الحال مد نظر بگیریم، لحظه راهن را، یعنی لحظه که حالا در او هستیم، بلکه آینده نگر باشیم. یک چیز هست برای فعلا ضرری نمی کنیم، اما یک هفته بعد یک مفسده بزرگی میشه، یک ماه بعد همین کاری که انجام میدیم سبب یک فساد میشه بزرگتر از مصلحتی که حاصل میکنیم. پس باید آینده نگری هم در او باشد. میگه نظر به لحظه راهنه نشه، بل لابد من تصور العواقب، عواقب باید بسنجیم و نظر کنیم در نتایجی که متوقع است علی المدى البعید للقرار الذي يراد اتخاذه، خیلی دورنگر، مدت زمان طولانی تر از زمانی که تو چیر میگیری، فیصله به اصطلاح میخوای به فیصله برسی، به نتیجه برسی. و در همین مورد شاطبی رحمه الله میگه النظر فی مآلات الافعال، نظر به آینده و نتیجه کارهایی که انجام میدیم معتبر و مقصود است در شریعت. اینو باید خیلی دقت بکنیم که در آینده این مسئله چه کار میشه. پس به این خاطر شما متوجه شدین که در تعاملات خارجی 5 تا قاعده اینجا بیان کرد که اینها رو باید مراعات بکنیم، اینها رو باید دقت کنیم به قانون عدالت، قانون مساوات، قانون آزادی، قانون مراعات مصلحت و مفسده، به یک قانون دیگه هم که یادم رفت. خب به هر صورت این قوانینی بود که در این راستا توضیح داده و باید که اینها رو دقت داشته باشیم در فیصله های سیاسی. بحث بعدی ما علاقات خارجی للدولة الاسلامی حال السلم، در حالت صلح در ارتباطات خارجی چی حالتی را باید داشته باشیم، چی وقتای صلح درست است، چی وقتای صلح درست نیست، صلح چقدر درست است، مدت زمان او، این موضوعات چیزهایی است که انشالله در جلسه آینده خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و از جمله صالحین قرار بدهد. سبحانك اللهم بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.